من انچه عذاب دادن گفت شما یک بار. خانواده عائله صمدوف تقریبا یک ماه باز ماتم دارند. پسر 17 ساله آنها امام علی صمدوف سنه 19 ینور در بیمارستان شهری پنجکن وفات کرده است. پدر و مادرش میگویند تشخیص پوره طبی را نگرفتند ولی سبب مرگ فرزندشان را در لطوکوب همسنفانش میدانند. ای آچه من زدم بهش کردن دیگه اگون چه نمیدونم چند کس زد کی زد هیچ چه نمیدونم بهشدم یک وقت بعدی چند وقت بهش آمده خستم گفت رفته دست رو من در آب خونه کشیده با گشته سیف در آمدم گفت تا هم بگونه دلم بیهوش گفت یک تا این رو بزدگی یک تا اون رو بزدگی گفت لبم دریدگی دندانم خیلی بود گفت دیگه هیچی تعلیم بند ندار آمد آچه جان گفت. حادثه به گفته پیوندان امام علی و آموزگارانش در اولی ماه دکبر سال 2024 رخ داده است. مادر امام علی میگوید اول فرزندش از شرم حادثه را نگفته فقط از درد سر و دل بی‌حضوری شکایت میکند. بعد فاش شدن حادثه او را به معاینه میبرند. این حسابی زدگی گفتن همین سرش مغزی سرش تکان خوردگی همین نادرست دلش حرکت کرده است قوت بچه نمیرسد گفتن شما باید این همین بیمارخانه حتما خوابانید گفتن از سببی که همون چه وقت دست و پول نبود مجبور من پگیش گشته گرفته آمدم بچه بعدی 3 روز اونجا ایستادیم. روز آموزگاران مکتب رقم 1 شهر پنجکن جای داشتن مناقشه را بین مکتب بچگان تصدیق میکنند ولی سبب مرگ امام علی صمدوف را در دیگر چیز میدانند. با این وجود از سوی مأموریت معارف و مدیر مکتب راهبر صنف و روانشناس سرزنش تعیین کردند. آن لطوکوبی که آوازه ها شد یگان خیلی اساس ندارد. در حقیقت بینشون کمک گپشون گریختگی لیکن این خیلی لطوکوب نبود. یکدیگر یک تا زده باشندم که فکر میکنم این یگان خیلی ضرر جسمانی هم گرفتگی نبود. یگان خیلی ضربی زدن هم در یگان جای وای ما احساس نکردیم چون که اگر مبادا ضرب میگرفت و یگان خیلی ناجوری حس میشد البته یگان معلم با خبر میشد یگان راهبر صنف با خبر میشد. امام علی تقریباً 20 روز در بیمارخانه شهری بستری شده و بعداً فوتیده است. پیوندانش از تشخیص طبیبان محلی ناراضی‌اند و به گفته آنها با این راه عاملان حادثه را پنهان میکنند. اوچم چند جاها رفتم میلیسه ها هیچی نگفتن همه نمیدونم پول قطی دادم چیکاری کردن تمام دیگه هیچی نپرسید دروغ بر دروغ چی براورن خون سفید دو چیز براورن آدم خون سفید در پاچه راست نمیستد اکام تا مرگش در پاش راست بود و وقتی که مردن شد جان داد دست که راه گشت برامد رفت 2-3 بار دزمی غلطی دو به دنیا گذشت. تا همین سن 17 سالگیش یگان بار کسل نشده است. حتی امارات با پدرش که در همینجا خواستیم که ارتل بنیاد کنیم همین سال گذشته ارتل بنیاد کردن حال تا با آخر نرساندیم. غشتاش چین خطی پدرش من همین همسایه با کار کرد سیمین برداری با پیش از مردنش. پیوندان امام علی برای تحقیق مرگ فرزندشان به نهادهای قدرتی و حفظ حقوق انسان مراجعت کردند ولی به گفتهشان تا حال جواب دلخواه نگرفتند. آنها در مرگ فرزندشان چند همسنفش را گناهکار می‌دانند. دادستان منطقه در نامه جوابی نوشته است که حالت به پررگی بررسی کرده می شود. مقصد اساسی من این که حقیقت روی آب است زیرا که فرزند ملت کوک شده است زر خورده است از دنیا گذشته است. مرگ نورسان و طالب علمان در مکتب‌های تاجیکستان حادثه نو نیست. سال گذشته نیز به ادعای والدینش یک نورس 10 ساله در مکتب شهر وحدت لطوکوب شده و سپس فوتیده است. مقامات رسمی در این باره تفصیلات پوره نمی‌دهد و تقدیر سببگاران حادثه چی شده است نامعلوم می‌ماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکند.